اکنون به شرح مفصلی خبرها میگذاریم. حاضر همه شمایان سوال داده ایستادید که چرا من اینجا در روبروی کامیرا گپ زده ایستادم. جوابش را میگویم. حاضر در این منطقه چقدر پلیس ها، ساختارهای قدرتی، امنیتشیان و یا سربازان وجود داشته باشند، همه اشان را در حالت ناچاری گذاشتم. شما در خطر قرار دارید. حالا که در اکرانهای شما منم، پس خوف عظیمی هست. نهایت با من شناس می شوید. دانید که به شما دروغ می گویند. حالا در سیرآدمترین نقطه استانبول موادهای ترکنده گذاشته شدند. ما به همه نشان میدیم که به چه کارها قادر هستیم. دوام دارد. اگر در جای شما می بودم از این شهر می رفتم. این شوخی نیست. اگر این شوخی می بود وقتی این تگمچه را پخش میکنم همه اتون شاهدی یک منظره نمی شدید. همه می میرید.